این داستان زندگی لیونل مسیه. مسی در سال 1987 در شهر روزاریوی آرژانتین به دنیا اومد. اون از 4 سالگی فوتبال شروع کرد و فوق‌العاده با استعداد بود و مشوق اصلی اون برای بازی فوتبال مادر بزرگ اون بود. برای همینم همیشه بعد از گل زدن دستای خودش رو به آسمون میگیره و گل‌های خودش رو به مادر بزرگش تقدیم میکنه. ولی سال 1998 یه سال خیلی سخت برای مسی بود، چون که هم مادر بزرگش رو از دست داد و هم توی اون سال مشخص شد که با کمبود هورمون رشد مواجه شده. هزینه درمان مسی حدوداً $1000 در ماه بود و بعد از اون مسی توسط فامیلای خودش توی اسپانیا به یکی از مدیرای تیم بارسلونا معرفی شد و بعد از مذاکره و دیدن استعداد مسی، مربی بارسلونا که هیچ کاغذی همراهش نبود، قرارداد رو درجا روی یه دستمال نوشت و امضا کرد. بقیه داستان رو هم که همه میدونیم. بارسلونا تبدیل شد به خونه اول مسی و خودش هم با تمام محدودیتایی که داشت تبدیل شد به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال. حالا تو کامنت ها بهم بگو طرفدار مسی هستی یا نه؟